تا حالا شده به آینه نگاه کنی و بگی من واقعاً خوشگلم. ولی وقتی دوربین رو باز می‌کنی بگی این دیگه کیه؟ پس کدوم واقعیه؟ آینه یا دوربین؟ اگه دوربین دقیق تره. چرا دیدن خودت توی آینه حس بهتری میده؟ و اگه آینه اشتباهه؟ چرا مغزت اون تصویر رو طبیعی تر قبول میکنه؟ واقعیت اینه که دوربین همه چیز رو مثل چشم ما ثبت نمیکنه. زاویه ها رو تغییر میده و تصویر رو متفاوت نشون میده. اما آینه فرق داره. قضاوت نمیکنه. ویرایش نمیکنه. فقط همون چیزی رو نشون میده که هستی. پس سوال این نیست که من خوشگلم یا نه. سوال اینه چرا دارم خودمو با زاویه اشتباه میبینم؟ یادت باشه. چهره اصلی تو همونیه که توی آینه میبینی. همون جوری که هستی. خودت رو با چشم خودت ببین. نه با لنز دنیا.